سلام دکتر صاحب عزیز. خدا کنه همگی جور و صحت باشه. این سوال که در گروه مطرح شد خواستم که مم نظر خدا شریک بسازم. خدا کنه که درست توضیح بدم و قابل فهم بشه. اگر دکتر صاحب سوال خود از جای دیگه حلش پیدا کردن خیلی بر کسایی که بگنر هستن بر از اونو میشه که همکاری شود. نمی پتوی کمک جنجالی است. اول خب باید بفهمیم که همین پتوی پیورین سنتز است که میگیم پیورین سلفاژ دفیشنسی در اینجا نشته است، اما پیش از او باید بفهمیم که پیورین که ساخته میشه یعنی اول همون نوکلیک اسیدایی که بس ساخت ساز پیورین به کار است از کدام پتوی ها به دست میاد. یکی جدید ساخته میشه نو یک پروداکت مثلا در کمپانی هم کسی یکی جدید ساخته میشه، یکی از مواد ریسایکل شده ساخته میشه. پیورین هم همین قسم است، هم میتونه جدید ساخته شود هم میتونه از مواد سالویج شده ساخته شود. ایده صفی فرستید که سالویج یا ریسایکل تشریح کرده که وقتی که اینمی نوکلیک اسیدایی که نوکلیک اسیدا که به آی ام پی و جی ام پی تبدیل میشه که اونم نوکلیک اسیدی که مثلا اگر ما میگیم ای تی پی و ای دی پی و گوانوزین ترایفاسفات اینا که میگیم اونم نوکلیک اسید هستن. وقتی که یک فسفات از سرشون کم کده میریم مثلا اگر جی تی پی باشه به فسفاتش که پس شد و مصرف برسه باز به جی ام پی تبدیل میشه و ادینوزین مونوفسفات هم باز بالاخره به یا به پیش بعض گپای دیگه مذکورم من مکس نمیکنم به خاطر که از سوال دور نریم. ادینوزین ترایفاسفاتمو به آی ام پی یا اینوزین مونوفسفات تبدیل میشه. اینمی اینوزین مونوفسفات و جی ام پی اردوی از اینا میان تبدیل میشن بعد از تعاملات کیمیایی و اونم انزایما و یا فعالیت میکنه با اپوزانتین و گوانین تبدیل میشن. وقتی که اینا با اپوزانتین و گوانین تبدیل شد اینمی اپوزانتین و گوانین دو را داره، یکی که یا اردویش میآید در پایین یوریک اسید میسازن یا ای که اینمی آیپوزانتین و گوانینه که از سالویج یا از ریسایکل شدن آی ام پی و جی ام پی به دست آمده یک انزایم است به نام ایچ جی پی آر تی. اینمی را پس به آی ام پی و جی ام پی تبدیل میکنه. یعنی اینمی آی ام پی و جی ام پی اردوش با آیپوزانتین و گوانین تبدیل شده بود. اینمی ایچ جی پی آر تی چی میکنه؟ پس اینمی را با آی ام پی و جی ام پی تبدیل میکنه. یعنی پس به پروداکت اولیشون تبدیلش میکنه، ریسایکل میکنهش. نیم مثل که وقتی که ما هوا میخوریم بوتل هوا ریسایکل میکنیم پس اونمو بوتل هوا جور میکنن بوتل هوا که دفعهش پس هوا استفاده شده. نه جی پی آر تی هم کارا میکنن. اینا جی پی آر تی از این نامش میفهمیم که چی وظیفه داره. جی پی آر تی یعنی هایپوزانتین گوانین فسفورایبوزول ترانسفراز. از روی نامش میفهمیم که چی وظیفه داره. در نامش نشته است که هایپوزانتین گوانین یعنی کار میکنه که هایپوزانتین گوانین فسفورایبوزول ترانسفراز سر از این دوتا چی میمونه ترانسفر میکنه فسفات. خیلی اینا رو پیشتان سوال پیدا میشه میگن ایچ جی پی آر تی را فهمیدیم که هایپوزانتین گوانین داره، خیلی این فسفات از کجا ترانسفر میکنه؟ میگم فسفات از اینی میگیره از فسفورایبوزیل پایروفسفات. ای از کجا پیدا میشه؟ ای از چی ساخته میشه؟ از رایبوز 5 فسفات که در اینجا هست از یک شنت از به نام اچ ام پی شنت میآید که در اوجا نمیریم ما و یک پتوی علایده است. فقط به هر سوالتان جواب داشته باشین که از کجا میشه. اینا لینمی ایچ جی پی آر تی چی میکنم؟ آیپوزانتین با پی آر پی پی یک جای میکنم یا گوانین همراه پی آر پی پی یک جای میکنه پس به پروداکت اولیشون که آی ام پی و جی ام پی بود تبدیل میکنه. اینه میری چی میگن؟ سالویج پتوی میگن و انزایم که در سالویج پتوی کمک میکنه ایچ جی پی آر تی است. ایچ جی پی آر تی نوکلیک اسیدای ما را ریسایکل میکنه، همون نوکلیک اسیدایی که به مصرف رسیده پس به نوکلیک اسید تبدیلشان میکنه و به خاطر این کار پی آر پی پی را بالای آیپوزانتین و گوانین مندازه. یک کمک از امی آیپوزانتین و گوانین 10% میایه به یوریک اسید تبدیل میشه. دیگه خلاص دیگه 90% میره پس سالویج میشه یا ریسایکل میشه. خب اگر مثلا فکر کنیم که امی انزایمی که به نام اچ جی پی آر تی نباشه که اینمی انزایم به نام اچ جی پی آر تی میگن که هایپوزانتین گوانین فسفورایبوزیل ترانسفراز است نامش. اینمی اگر نباشه اینمی سندروم به نام لشناین سندروم میگن که یک سندروم است که مریضا سوی یوریک اسیدشون بسیار زیاد بلند میباشه. اینا چرا بلند میباشه؟ به خاطر که اینمی انزایم نیست. وقتی که این انزایم نبود
AMP به آیپوزانتین تبدیل میشه، GMP هم به گوانین تبدیل میشه. ای اکومولیت میکنه، آیپوزانتین و گوانین اکومولیت میکنه. خب آیپوزانتین گوانین اکومولیت میکنه و در اینجا PRPP هم از HMP شند که می گفتیم این از رایبوز 5 فسفید توسط امو انزایم که فسفورایبوزایل سنتز است توسط از امو به PRPP تبدیل میشه. این میمونه میجه. این سه تا پرودکت منتظر است که GPRT بیایه یا را کمباین کنه، پس ریسایکل کنه، پس AMP و پس GMP را بسازه. پس در اینجا شما در گپ فرسته تایید میکنید، میگیم که اگر GPRT نباشه PRPP چی شد؟ های شد. نه PRPP زیاد شد. این مون دیگه چرا زیاد شد؟ به خاطر که یوز نشد، نه که آیپوزانتین گوانین کمباین شده نتونست، به خاطر که GPRT نیست که ایره که آیپوزانتین گوانین مکس کنه. از او خاطر میگیم ایره قبول کردیم که PRPP ما های شد. پس آیپوزانتین و گوانین کجا میره؟ میگیم آیپوزانتین و گوانین وقتی که بالا رفته نتونست، چون GPRT نیست، نه که یاره پس چی کنه؟ پس به IMP و GMP تبدیل کنه. نه GPRT نیست که آیپوزانتین همراه PRPP یک جای کنه یا گوانین همراه PRPP یک جای کنه، پس GMP پس IMP رو بسازن. پس میگم که چی شد؟ PRPP زیاد شد اما IMP ساخته نشد. IMP چی شد؟ ساخته نشد. در کدام پتوی استیم ما؟ در سالویج پتوی استیم. یعنی در سالویج پتوی اگر GPRT نباشه، اینمی PRPP درست است که اکومودیت میکنه، زیاد میشه، اما IMP ساخته نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینمی PRPP همراه آیپوزانتین و گوانین یک جای شود، ما به اینمی انزایم به نام HGPRT ضرورت داریم. از او خاطر میگیم گپ فرستید، به خاطر که در سالویج پتوی گفته PRPP زیاد است، IMP کم است. این حالا میایم سر از اینکه PRPP خیلی چی میشه که زیاد شد. این حالا پیشتون سوال پیدا میشه، میگن خب آیپوزانتین خب اکومولیت کرد رفت به یوریک اسید تبدیل شد اترا شد، گوانین هم اکومولیت کرد رفت به یوریک اسید تبدیل شد اترا شد. چرا؟ به خاطر که این انزایم نبود که یار همراه PRPP کمباین کنه پس سالویجشون کنه. از او خاطر یا به یوریک اسید رفت یا را فهمیدیم حل شد مثلا. اینا در اینجا مان PRPP خیلی چی میشه یا هم خو اینجا میمونه. نه اینا آیپوزانتین و گوانین خونه رای خود پیدا کرد به یوریک اسید تبدیل شد. اینا یعنی PRPP میره در کجا؟ در دینوو پتوی میره. دینوو پتوی چی مونه؟ یعنی دید که از رای سالویج IMP را ساخته نمیتونه، میره از رای چی میکنه؟ از رای دینوو چی را میسازه؟ IMP را میسازه. از رای دینوو چه رقم IMP را میسازه؟ یک انزایم است به نام PRPP امیدو ترانسفریز میگن. نامش دیگه نوشته نمیشه، صفحه خورد است. در فرست ایدا می ذکر شده. اینمی PRPP امیدو ترانسفریز، اینمی PRPP را از طریق دینوو یا از طریق پتوی به IMP تبدیل میکنه. پس در اینجا گپ خود صحیح شد که میگیم یعنی هم PRPP زیاد شد هم IMP زیاد شد. اردوی از اینا یک گپ زدن صرف در پتوی های مختلف. همو که میگن که در شعر مولانا صاحب که هسته که میگن انگور و عنب اردوش یک مفهوم میرسن، صرف در لنگویج های مختلف است. اینال بردن بیاند که از دینوو پتوی را تشریح کرده، گفته در دینوو PRPP زیاد میشه، IMP هم زیاد میشه. واضح است دیگه اینمی PRPP که جمعند این میره از طریق پتوی جدید میره IMP را میسازن. این گپش قابل قبول. و از طرف دیگه فرستید گفته که PRPP زیاد میشه IMP کم میشه. واضح است دیگه، بخاطر که PRPP از طریق سالویج پتوی نمیتونه که IMP را بسازه. اینمی دلیل که ما برای سوال دکتر صاحب پیدا کردم همی بود. و اگر دمو صفحه‌ای که شیر کردین توجه کنین، سالویج پتوی و دینوو پتوی را حتما میبینین که ذکر شده. تشکر بازم از توجهتون. خدا کنه که اضافه گپی نکرده باشم و شما را بخی کانفیوز نکرده باشم.